به نام خداوند بخشنده مهربان. خب برادران و خواهران گرامی، اولا همدردی عمیق خودم را به تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان وطن عزیزمان ابراز می دارم، خاصتا به اون عائله هایی که از این وبا، از این مصیبت یک درد بردن، یک رنج کشیدن یا که عزیزشان را از دست دادن. خداوند به این خاندان صبر جمیل عطا کند و از درگاه خداوند منان برای بیماراشان شفای کامل و عاجل تمنا دارم. راستی این نوارهایی که ثبت میکنم، این نوار و نوار قبلی به خاطر یک کمی هم باشد، به خاطر دلبرداری به هموطنان عزیزمان قید کرده می شوند. یعنی مقصد از این نوارها تنها به خاطر دلبرداری است. اگر تونسته باشیم که یک نفر هم باشد، حتی یک لحظه از این غم، از این مصیبت خلاصشون کنیم، اگر سبب خلاصیشون شویم، باور کنید یعنی واقعا هم سعادتمند هستم. یادتون باشد اگر در نوار قبلی گفته بودیم که هر یک بلایی که بالای ما میبیاید، هر یک مصیبتی که میآید، البته که در نتیجه همون گناه ها و مشکلاتی که انجام دادیم در نتیجه همونا هستند. یعنی از دست خودمون بالای خودمون بالا آوردیم و خداوند به این راه میخواهد که ما را چیکار کند؟ تهذیب کند، یعنی پاکیزه سازد، نه تعذیب. یعنی اینا خوب بدانیم که حکمت بلا هیچگاه تعذیب نیست. خداوند هرگز نمیخواهد عذاب دهد، بلکه میخواهد که تهذیب، یعنی اصلاح کناند، بنده هاش به اصلاح بیارد. البته که بلا، مشکلات، سختی انسان میپذاند. شما میدونیم که خب برای طلا و نقره را از اون آمیختگی هایی که دارند جدا کردن و طلای خالص شدن، باید چی باشد؟ یک جوش میبیاریم، یعنی گرم میکنیم و یا بسیار در آتش میمونیم. یعنی بنده هم همین شکل خطی میپذد، به خود میبیاید و همین است که خداوند بالای بنده هاش علاوه با اونه که اینقدر رحمان و رحیم است، اینقدر مهربان است، اینقدر خب از ما دیده به ما نزدیکتر است، از ما دیده به ما مهربانتر است، اما باز بالای ما چی میبیارد؟ بلا و مشکلات میارد. این هم مانند همون مادری که فرزندش وقتی یگان گناه میکند، یگان بیادبی میکند، هیچ دیگر علاج که نمییابد، به خود که نمیبیاید فرزند، مادر چیکار میکند؟ فرزندش یک نمیزند، اما اون زدن مادر از روی محبت است، هیچگاه از روی بدبینی نیست، بلکه از روی محبت میزند، باز به سینه زیر میکند، دوست میدارد یعنی فرزندش. بلایی که از جانب خداوند میآید همین شکل است برای اونایی که خب غرق در بحر عصیان شدن، برای اون مؤمن ها و مسلمان هایی که علاوه به اونی که مسلمان هستند دعوای بندگی میکنن اما باز عصیان و گناه میکنن. بنابراین این بلا را همچون تهذیب نظر کنیم، یعنی پاک کردن خداوند ما را، نه تعذیب، یعنی نه اینکه خداوند ما را عذاب داده ایستاده باشد. خب این نکته بود که در ویدیوی قبلی گفته بودیم. اکنون در این نوار میخواستم به شما یک خوشخبر تیم. خوشخبرم این است که یک حدیث پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم دیدم، خواستم به سمع مبارک شما در همین روزا که بسیار وزنین است به شما رسانم. حدیث چنین است برادرای عزیز: عن ابی یحیی صهیب بن سینان رضی الله عنه قال، از ابو یحیی صهیب ابن سینان رضی الله عنه روایت است که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: عجبا لامر المؤمن، عجیب است یا که تعجب میکنم به کار مؤمن ها، عجیب است کار مؤمن ها. این امره کله له خیر. تعجب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در چی بود است؟ در دوامش خودش میگه پیغمبر خدا این امره کله له خیر، چون که همه کار مؤمن براش خیر دارد. ولیس ذلك لاحد الا للمؤمن، و این شرایط یا که و این کار تنها برای مؤمن است، برای دیگرها نیست. یعنی برای دیگرها را این شرط یا که این وضعیت خداوند مهیا نساخته است، بلکه تنها برای مؤمن ها همین خیلی قرار داده است خداوند که تمام کارها یا که تمام حالات انسانی براش خیر باشد. چگونه اکنون؟ دوام حدیث میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم: ان اصابته سراء شکر فکان خیرا له. اگر رفت برای یک مؤمن
نیک بختی و فراخ دستی و نعمت داده شد، شکر گذاشت. اگر در عوض این نعمت اگر شکرانه کرد، فکان خیرا له، این نعمت واقعا هم نعمت است براش. این امتحان، یعنی از این امتحان نعمت گذشتگی است و خداوند براش خیر میتید، هم نعمت میتید، هم برکت میتید، هم ثروت و مال و ملک شاید تید و هم خیر در برابرش میتید. چون که ما میدونیم بسیار امتحانات الهی هستند که نه تنها به عذاب بلکه به نعمت هم هستند. یعنی نعمت الهی گاها امتحان میشود، اما یک مؤمن اگر نعمت داده خداوندش شکر گزاری کند، البته براش خیر است، از این امتحان گذشته است. و دوام حدیث: و این اصابته سراء صبر و این اصابته ضراء صبر فکان خیرا له. اما اگر رفت خداوند برای وی نعمت نداد، بلکه مصیبت داد، نقمت داد، رنج داد، عذاب داد، مشکلات داد و این بنده در برابرش با صبر کرد، البته که در این حالت هم براش خیر است، ثواب است. ببینید دوستانی عزیز، یعنی خوشخبری همین که اگر ما این نعمتی که این مصیبتی که بالامون آمده است یک جایه ما تونیم که اینا با صبر پشت سر کنیم، البته این یک تهذیب می شود، یعنی یک خیری برای ما می شود و ما از گناهامون پاک می شویم. بنابراین این بلا را همچون یک نعمت نیز فکر کردن ممکن، همچون یک فرصت از جانب خداوند دیدن لازم و باید در برابر این بلا البته برادران عزیز با صبر، در برابر بلا باید با صبر رفتار کنیم و هیچگاه در نزد خداوند شکایت نکنیم. چون که یک بنده حق ندارد که از مولاش، از خواجهش، از پروردگارش شکایت کند. آخر شکایت کنیم نزد کی میکنیم؟ کی هست قادر و تواناتر از آن پروردگار غالب و توانا؟ کجا رویم؟ کدام در باز قبول میکند ما را بجز از درگاه الهی؟ بنابراین دوستانی عزیز باید به صبر باشیم و صبر را پیشه کنیم و این بلا را یک نعمت بر این قبول کنیم و این بلا را یک فرصت بر این قبول کنیم و اینا باعث تهذیب و پاک ساختن نفس خودمون قرار دهیم. واقعا هم دوستان خداوند هر وقتی که با یک بلای گرفتار میشدند، یعنی بجز از صبر و تحمل دیگر کاری نداشتند و این رو یک لذت می بردن از این یعنی بلاها. خب یک شعرم هست که خب من مضمون شعر میگم براتون، میگه هرچی از دوست آید شیرین است، هم بلا هم نعمت، هم بلاش برای هم دوست بلا و نعمتش برای این دوستش شیرین است. خب ببخشید یک کمی آمیخته گفتم، به هر حال همون شعر یادم نآمد. یعنی از جانب خداوند هرچی که بیاید برای بنده باید شیرین باشد. بنده همون به که بلا کش بود، عود همون به که در آتش بود. مولانا میگوید یا اینکه دوست همان به که بلاکش بود، عود همان به که در آتش بود. یعنی بهترین بنده همون بنده ای است که بلا را تحمل میکند، صبر میکند. یک حکایه یادم آمد. خب میگن حضرت لقمان حکیم یک زمان بردگی کردگی است، یعنی غلام بود، برده یک خواجه خود بود و او خواجه بسیار لقمان حکیم دوست می داشت، بسیار عزت میکرد به خاطر دانش و ذکاوتی که لقمان حکیم داشت. عادتا همین خیلی بود که مردمی که خب علم دوست بودن، شاهان و وزیرانی که علم دوست بودن، ثروتمندانی که علم دوست بودن، یک دستیارای میگرفتن به خودشان که اونها دانشمند باشند و اونها سبب نصیحت این نفرها شوند، سبب شود که اونها نصیحتشون کند و اینها از راه مستقیم، از راه راست، از راه خوب منحرف نشوند. بنابراین لقمان حکیم نیز در یک خواجه خدمت میکرد، خدمتگار یک خواجه بود و این خواجه بسیار احترام داشت نسبت لقمان حکیم. لقمان حکیم میدید که این خواجهش بسیار بی صبر است در برابر مشکلات. هر وقت یک بالاش یک مشکلات میبیاید، از تمام اون ثروت چیزی که داشت فراموش میکند، در زبان به شکایت میکشاید، در شکایت میکند پیش این و آن، شکایت میکند که این خیلی مصیبت دارم، این خیلی مشکلات دارم گفته. و لقمان حکیم در فکر همین بود که چیکار کنم که همین خواجه ما یک مورد، یک فرصت خوبی پیدا کنم و همین نکته ضعف این خواجه ما باید که من اصلاح کنم، یعنی نصیحتش کنم. البته هر یک نکته جا دارد، هر یک سخن مکان دارد.
خب لقمان حکیم که حکمت داشت، یعنی به حکمت بود، سخن هر وقتی که میخواست به حکمت نمیگفت، یعنی منتظر یک لحظه بود که باید فرصت یافته به اون خواجهش بگد و اون خوب تاثیر کنه در اون خواجهش. و بالاخره یک روز میگن نزد همین خواجه لقمان حکیم یک خربوزه را آوردن. لقمان حکیم خربوزه را گرفت، ببخشید، خواجه لقمان حکیم خربوزه را گرفت و میده کرد، در نزد لقمان حکیم تقدیم کرد و گذاشت و گفت که گیر خور، گفته به خاطر که گفته محبت داشت، دوست می داشت. لقمان حکیم همی بسم الله گفته به ایست، هم خربوزه را خورد تا آخرش خورد و بالاخره آخران یک دانه یا یک چی میگیم تلیم میگیم چی میگیم یک تلیم خربزه موند. دید خواجه لقمان حکیم که لقمان حکیم هیچ یعنی بحث کردنی نیست و خربزه را به کلگی خورده است و به جز همون یک برده یا یک تلیم دیگر هیچ چیز نمونده است. این خواجه دست دراز کرده از همون خربزه گرفت، گفت چی است اینقدر شیرین کنی من بخورم، و اینقدر با مزه خورده است. گفته گرفت، میگه همون خربزه را خورد که بسیار یک خربزه تلخ، خربزه بسیار هم بی مزه، شاید که بسیار بد بود یعنی. و خواجه بسیار حیران شد، طرف لقمان حکیم گفت که آخر چرا خربوزه بد تو مثلا خوردی؟ من به تو پیشنهاد کردم تو یک بار نگفتی که وقتی یک دهان گرفتی میگفتی که خربوزه تلخ است، یعنی مزه ندارد، نمیخوردی، آخی چی به این کار کردی؟ لقمان حکیم در جواب میدونید چی گفتن؟ گفتن که خواجه عزیز، من اینقدر سال از دستی تو فقط شیرینی خوردگی هستم، از دستی تو اینقدر نعمت دیدگی هستم. آیا جوان مردی بود که من برای یک تلخی در او شکایت میکردم؟ یعنی اینقدر سال از جانب خداوند ما دوستانی عزیز، از جانب خداوند اینقدر نعمت داده شد برای ما، اینقدر رحمت برای ما نازل شد. ما آیا جوان مردی هست که امروز یک بلای آمده است بالامون، مصیبتی که آمده است، ما زبان به شکایت کشاییم؟ البته که این یک مسلمان این گونه رفتار نمیکند. بنابراین خواهش میکنم از یک و یک شما در برابر این مصیبت صبور باشید، چون که خداوند صبر کنندگان دوست می‌دارد. و ان شاء الله باز در ویدیوهای بعدی چگونه صبر کردن لازم و البته صبر با تجربه با همراه تجربه می شود، یعنی صبر باید که پزاندن لازم، دوره به دوره تعلیم میتیم نفسمونه، بعدن صبر چیکار میکنیم میآموزیم. و هر کسی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه که هر کسی که اگر مجبورن خودش را به صبر زند، یعنی صبر کند، خداوند برای وی صبر میتید. البته بنابراین ما باید چیکار کنیم؟ تجربه کنیم، بچشیم همین صبر کردن. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث دیگرش میفرماید الصبر عند الصدمه الاولى، صبر در لحظه اولین همون صدمه است. یعنی ما در وقت مشکلات مون شکایت کنیم و نمیدونم داد و فریاد کنیم و یگون نسبت به خداوند یگون بی‌ادبی کنیم و بعداً وقتی که غضبمون، صبرمون یا که مشکلاتمون کم شد بعد الحمدلله بگیم، البته این صبر با اون صبر مطابقت نمیکند، یعنی برابر شده نمیتواند. بلکه صبر حقیقی همون صبری هست که در حالت در عین نقطه اوج همون مشکلات است. از درگاه خداوند منان برای یک و یک شما صبر جمیل خواهان هستم برادر عزیز. در حق بنده نیز دعاگو باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.